سرخط مهمترین خبرها: قریب 3000 هلاک شده و بیش از 15000 مجروح. آخرین خبرها از زمین لرزه ترکیه. شیرین امانزاده گفت بعد برکناری به کار علمی مشغول است و یاد از دمیربگ علیموف، آوازخوان شناخته تاجیک. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 7 فوریه سال 2023 است. مقامات ترکیه میگویند تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه قریب به 3000 رسید. فؤاد اوکتای، معاون پرزیدنت ترکیه، گفت در حادثه دیروز تنها در این کشور زیاده از 15000 نفر مجروح شدند. با نوشته خبرگزاری رسمی ترکیه آنادولو، از زیر خرابه ها قریب 8000 نفر را زنده بیرون آوردند. معاون پرزیدنت ترکیه گفته از زیاده از 300,000 نفر در خوابگاه ها و دانشگاه ها جایگیر کرده شدند. مقامات ترکیه به شهروندانشان در جنوب شرق این کشور توصیه دادند که بنابر خطر تکرار شدن زمین لرزه به منزل هایشان برنگردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به خاطر هلاکت صدها نفر در زمین لرزه دیروز در کشورش 7 روز ماتم ملی اعلان کرد. صبح بر وقت 6 فوریه دو زمین لرزه سخت چندین شهر ترکیه و سوریه را تکان داد. به اطلاع پزشکان و منابع رسمی، در سوریه 1073 نفر جان باختند. عکس و ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بناها در چند شهر ویران شدند. گفته می شود که مرکز زلزله در 30 کیلومتری شمال و غربی غازیانتپه و 114 کیلومتری شهر حلب سوریه بوده است. مقام‌های ترکیه میگویند این زمین لرزه به منطقه‌های مختلف در 10 ولایت این کشور آسیب رسانده است. شهر غازیانتپه که 2 میلیون اهالی دارد خسارات زیادی دیده است. همچنین بر اثر این زمین لرزه یک خط لوله گاز در جنوب ترکیه ترکیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفت زمین لرزه صبح دوشنبه زلزله بزرگترین از سال 1939 می باشد. اوکراین، روسیه و آمریکا از جمله کشورهایی هستند که بلافاصله وعده دادند که به ترکیه و سوریه مأموران نجات و یاریهای دیگر می‌فرستند. شماری از شهروندان تاجیکستان در ترکیه کار و اقامت دارند. وزارت کارهای خارجه در اعلامیه گفت تاجیکان در این حادثه آسیب ندیدند. شیرین امانزاده، سابق وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، در اولین واکنش بعد برکناری گفت به کار علمی مشغول است. امانزاده 6 فوریه در صحبت به خبرگزاری آزیا پلوس گفته است بعد از مقام برکنار شدن بیشتر وقتش را در خانه می‌گذراند و کار علمیش را ادامه می‌دهد. سابق وزیر مهنت گفته است در دایره مکالمه تمدن‌ها کار نامزدی‌اش را حمایت کرده است و می‌خواهد تحقیق آن را ادامه داده دکتری‌اش را نیز حمایت نماید. شیرین امانزاده روز 5 ژانویه امسال از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی برکنار شد. در فرمان رئیس جمهور سبب برکناری امانزاده 45 ساله را گذاشتن به وظیفه دیگر گفتند، اما وظیفه نوش اعلان نشد. منابع رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور امامعلی رحمان ضمن جلسه سالانه حکومت از کار شیرین امانزاده انتقاد کرده است. خبرنگار آزیا پلوس روز 6 فوریه از شیرین امانزاده پرسید که از کار خود در مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی قناعتمند هست. سابق وزیر مهنت به این سوال پاسخ نداده تنها گفته است چیزی گفتن نمیتوانم. از مرگ آوازخوان معروف دمیربگ علیموف 1 سال گذشت. مخلصان و هواداران موسیقی در شبکه‌های اجتماعی چند روز اخیر سرود و ترانه‌هایش را می‌گذارند و یاد از هنرش می‌کنند. همکسبان و دوستانش می‌خواهند برای گرامی‌داشت خاطرش باغ و مکتب و لوحه‌های خاطروی را گذارند. همکارم فرزان محمدی نگاه کرده است به زندگی این آوازخوان معروف کشور. عکس و سرود و فرزندان دمیربگ علیموف، چیزهایی که از او به یادگار مانده است و همیشه پیوندانش را به خود جلب می‌کند. یاد و خاطره را از این هنرمند مرحوم پیش نظرها می آورد. هر روز، هر ساعت و هر منوت پیش چشمم نمی‌برود. من در عائله ما این خیلی شهرت پرستی نیست. خیلی میدونستم که مخلص دارد، یکی من یگان بار نگفته بودم که همین خیلی شهرت یار، همین خیلی مشهور شده بوده است. دمیر جان، من طول 1 سال از تمام گوشه کناری تاجیکستان برای دعاخوانی فاتحه خوانی میبیام. آرامگاه او در ناحیه دیوشتیچ قدمجای همکسبان و مخلصان و دوستدارانش شده است. پیوندانش میگویند بیرون از تاجیکستان هم هوادارانش میآیند و از هنر و صدایش وصف میکنند. متنی که من برای دمیربگ سراییده بودم، علمی سروده در سر قبرش نویستند.
بیت دریا خواند و دریا را گرفت، صفت گلها خواند و گلها را گرفت. مثل بلبل عمری کوتاه داشت، لیک شیر دنیا خواند و دنیا را گرفت. از راستی سرودهایی که دمیربگ سرایده است، البته این نه فقط در تاجیکستان بلکه تمام جهان را ضبط نموده است با این سرودهای بهترینش. دمیربگ اولیموف 33 ساله نیمه شب 5 فوریه سال گذشته هنگام بازگشت از معرکه در راه خوجند سامغار با همراهی نوازندگانش به صدمه دچار شد. خودش در جای حادثه فوت دید و 2 نوازنده‌اش با جراحت‌ها جان به سلامت بردند. صدمه مدهش با اشتراک آوازخوان دمیربگ اولیموف در اینجا گردشی موضع باغ ملی ناحیه باجان غفورов رخ داده بود. مقامات ناحیه بعد آن حادثه در اینجا بتون‌های محافظتی علاوگی گذاشتند و همزمان علامت گردش راه را از نو نصب کردند. دوستان و همکسبان این آوازخوان همکنون نیت دارند در اینجا یک سنگ یادبود را نیز به احترام دمیربگ اولیموف گذارند. وزارت کارهای خارجه قزاقستان به قضیه مسئولان رسانه محلی این کشور اربد مدیا که برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه روسیه دعوت شدند واکنش نشان داد. اربد مدیا میگوید مسئولان وزارت گفتند دادگاه روسیه از طلبات قانونگذاری مرافعه گرجدنی کشور خود بیرون رفته است. چاره‌های اندیشیده آنها برای بستن این و یا آن منبع خبری در قلمرو روسیه به قانونگذاری آن کشور اساس یافته است. قرار آنها اعتباری حقوقی ندارد و در قلمرو قزاقستان تطبیق نمی شود، گفتند در وزارت. رسانه قزاقی اربد مدیا اخیراً گفت مسئولان آن برای یک مطلب درباره جنگ اوکراین به دادگاه ناحیه لنینی شهر ولادیمیر روسیه دعوت شدند. سامانه مطلبی را تحت عنوان غاصبان روسیگی در ولایت خرسان شکست می‌خورند اما نمی‌خواهند آن را اعتراف کنند نشر کرده بود. یک گروه از ساکنان قرقیزستان که به واردات و خرید فروش ماشین مشغول هستند 6 فوریه در نزد بینای خدمات گمرکی آن کشور در شهر بیشکک جمع شدند. صاحبکاران ناراضی که حدود 40 کس بودند گفتند از بالوروی باج گمرکی هنگام وارد کردن ماشین از کره جنوبی خبردار شدند. با گفته صاحبکاران مقامات قرقیز آنها را پیشکی در این باره آگاه نکردند که باج گمرکی بالا برده شده است. صاحبکاران گفتند خدمات گمرک یک جانبه باج گمرکی را بیشتر کرده است. خدمات گمرکی قرقیزستان تا حال قضیه را شرح نداده است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خیروان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 7 فوریه را فرا میگیرد. 7 феврали соли 2013 нахуст вазири пешини тоҷикистон абдумалик абдуллоҷонов дар Украина боздошт шуд. додгоҳ гуфт ки мақомоти тоҷикистон истирдоди ӯро талаб карданд. муҳокимат 2 моҳ тӯл кашид ва абдуллоҷонов ҳамчун шахси дорои ҳаққи паноҳандагии сиёсӣ дар иёлоти муттаҳидаи амрико озод шуд. абдуллоҷонов то поёни соли 1993 сарвазири тоҷикистон буд. сипас сафири тоҷикистон дар русия таъин гашт ва дар интихоботи соли 1994 рақиби эмомалӣ раҳмон шуд ва иддао дорад ки дар интихобот ғалаба кард, вале мақомот раҳмоновро баранда эълон карданд. худи ӯ тарки тоҷикистон кард ва дар ғайбаш ба суиқасд ба ҷони раисҷумҳур ва ҳамкорӣ бо полковники шӯришгар маҳмуд худойбердиев гунаҳгор дониста шуд. 7 феврали соли 2018 парлумони тоҷикистон бо тағйиру иловаҳо ба қонуни интихоботи президентӣ розӣ шуд ва имкони дар интихобот номзад шудани довталабонро на 35 балки 30 солагӣ фароҳам кард. ин тағйиротро коршиносону мунаққидон чун ҳамвор кардани роҳи рустами эмомалӣ писари бузурги эмомалӣ раҳмон ба сӯи курсии президентӣ интиқод карданд. бо ин ки дар интихоботи президентии соли 2020 ҳам эмомалӣ раҳмон баранда номида шуд, суҳбатҳо аз интиқоли қудрат аз падар ба писар ҳамоно садо медиҳанд. 7 феврали соли 1988 зодрӯзи нозияи кароматулло овозхони попи тоҷик аст. духтари овозхони маъруф кароматуллоҳи қурбон бо таронаҳои нагу нагу дар дилами ва дигарҳо маъруфият касб кардааст. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی تا 1029 سومانی ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد به 142-145 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامدادی به انجام رسید. خبرهای آخرین را همه ساعته می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. روزی با براره داشته باشید.